آوای بوف تقدیم می کند. بلوغ دردناک یک ملت. تحلیل کوتاه از خیزش دیماه 1404. نویسنده قاسم قرداغی. avayaboof.com خیزش دیماه 1404 را نمیتوان تنها یک موج اعتراضی دیگر در امتداد سالهای 96، 98 و 1401 دانست. اکنون ما با پدیده‌ای روبرو هستیم که نه صرفاً انفجار خشم اقتصادی، نه فقط واکنش به سرکوب‌های سیاسی و نه تکرار شعارهای پیشین، بلکه نشانه عبور جامعه از یک مرحله روانی و تاریخی است. جامعه‌ای که سالها میان اصلاح طلبی، انتظار معجزه از بیرون، قهر خیابانی مقطعی و مهاجرت گسترده در نوسان بود، اکنون به نقطه‌ای رسیده که نه به وعده‌های درون ساختاری باور دارد و نه به اپوزیسیون نمایشی خارج از کشور دلبسته است. این همان شکاف عمیقی است که کمتر درباره آن صریح سخن گفته شده. شکاف میان جامعه و هر نوع قدرت متمرکز، چه دینی، چه سلطنتی، چه ایدئولوژیک. ما با نسلی روبرو هستیم که دیگر فقط معترض نیست، بلکه بی‌اعتناست و این بی‌اعتنایی خطرناکتر از خشم است. خشم انرژی دارد، فریاد دارد، رهبری می‌طلبد. بی‌اعتنایی اما نشانه فروپاشی مشروعیت است. مردمی که دیگر حتی برای اصلاح ساختار چانه نمیزنند، بلکه در ذهن خود از آن عبور کردند. این عبور ذهنی مهمتر از هر تجمع خیابانی است. خیابان دیر یا زود تخلیه می شود، اما تغییر در تصور مردم از قدرت بازگشت پذیر نیست. شرایط امروز ایران را باید در 3 سطح همزمان دید: بحران اقتصادی مزمن، فروپاشی سرمایه اجتماعی و انزوای اخلاقی حاکمیت. تورم و بیکاری تنها بخشی از ماجراست. بحران اصلی آینده بیچشم انداز است. جامعه افقی برای آینده نمی بیند. نه روایت رسمی حکومت قانع کننده است، نه روایت اپوزیسیون خارج نشین الهام بخش. این خلأ روایت مهمترین متغیر خیزش دیماه بود. مردم به خیابان آمدند بدون اعتماد به یک آلترناتیو آماده. این نشان می‌دهد که جامعه از مرحله جستجوی ناجی عبور کرده و به سمت نوعی بلوغ دردناک در حرکت است. بلوغی که با بی‌اعتمادی گسترده همراه است. در خارج از کشور همزمان شاهد تحرکات و تجمعاتی هستیم که خود را صدای مردم ایران معرفی می کنند. اما مسئله اینجاست که شکاف میان داخل و خارج هر روز عمیق‌تر می شود. خارج نشینی سیاسی به ویژه در سالهای اخیر بیش از آنکه به سازماندهی مؤثر کمک کند، به رقابت‌های رسانه‌ای و ساخت برندهای فردی تبدیل شده است. خیزش دیماه 1404 این توهم را شکست که میتوان با تصویرسازی‌های پرشور در شبکه‌های اجتماعی رهبری سیاسی ساخت. جامعه داخل ایران نه تشنه شعارهای نوستالژیک است و نه آماده بازتولید اقتدارگرایی در لباسی تازه. تجربه تاریخی ایران از سلطنت مطلقه تا جمهوری ایدئولوژیک به مردم آموخته که تمرکز قدرت حتی اگر با نیت خیر آغاز شود، در نهایت به انسداد می انجامد. فاصله میان شعارهای خارج نشین و تجربه زیسته داخل در این خیزش به اوج رسید. وقتی تحلیل‌ها از بالا نوشته می‌شوند و از پایین زندگی نمی‌شوند، نتیجه‌اش توصیه‌های پرهزینه و بی‌پشتوانه است. اپوزیسیونی که هنوز درگیر نمادهاست، در حالی که جامعه درگیر نان، امنیت و کرامت است. ما با جامعه‌ای روبرو هستیم که دیگر به وعده بعد از پیروزی گوش نمی‌دهد. مردم می‌خواهند بدانند امروز چه می‌شود، نه فردای نامعلوم. این شکاف اگر ترمیم نشود هر خیزش بعدی را شکننده تر می کند. نقد اپوزیسیون در اینجا خیانت نیست، پیش شرط بقاست. جنبشی که نتواند خودش را نقد کند دیر یا زود به باز تولید همان منطق
اقتدارگرایانه‌ای میرسد که با آن می‌جنگد. ما باید شجاعانه بپذیریم که مسئله ایران فقط جمهوری اسلامی نیست. مسئله فرهنگ سیاسی تمرکزگرا و وابسته به قهرمان است. اگر این الگو تغییر نکند، هر تغییری در رأس هرم باز تولید همان چرخه خواهد بود. خیزش دیما نشانه خستگی از این چرخه است. جامعه امروز کمتر به دنبال رهبر مطلق و بیشتر به دنبال سازوکارهای پاسخگو می باشد. این تغییر ظریف اما بنیادین است. مردم می‌خواهند بدانند چه نهادی با چه مکانیزمی با چه ضمانتی قدرت را محدود خواهد کرد. این پرسش مدرن و نشان دهنده عبور از سیاست احساسی صرف است. از سوی دیگر حکومت نیز در وضعیتی قرار گرفته که نه توان اصلاح دارد و نه ظرفیت بازگشت به انسجام گذشته. ابزارهای سرکوب هنوز کار می‌کنند، اما سرمایه نمادین نظام تحلیل رفته است. در خیزش دیما حتی لایه‌هایی از جامعه که پیشتر بی‌طرف بودند به سکوتی معنادار فرو رفتند. این سکوت نشانه همدلی پنهان با اعتراض است. وقتی یک نظام سیاسی مجبور می شود برای بقا صرفاً بر ابزار امنیتی تکیه کند، در واقع اعتراف می کند که مشروعیت اجتماعی ندارد. در سطح جهانی نیز شرایط تغییر کرده است. جهان دیگر با نگاه ساده دموکراسی در برابر دیکتاتوری به ایران نمی نگرد. منافع ژئوپلیتیک، انرژی، امنیت منطقه‌ای و رقابت قدرت‌های بزرگ همه در محاسبات دخیلند. بنابراین اتکای صرف به فشار خارجی یا امید بستن به تغییر از بیرون ساده انگاری است. تجربه‌های دهه‌های اخیر نشان داده که هیچ قدرت خارجی برای آزادی یک ملت هزینه استراتژیک نمی‌دهد. از این رو هر پروژه تغییر در ایران اگر بر پایه سازماندهی درونزا و شبکه‌های اجتماعی پایدار نباشد به نتیجه نمی‌رسد. یکی از خطرناکترین لایه‌های این خیزش توهمی بود که سالها در ذهن مردم تزریق شده بود. اینکه جهان بیرون منتظر لحظه‌ای است تا دست یاری بدهد. از اظهار نظرهای مبهم سیاستمداران غربی تا تحلیل‌های هیجانی رسانه‌ای، این تصور ساخته شد که این بار فرق دارد. نتیجه نه افزایش قدرت مردم بلکه تغییر رفتارشان در خیابان بود. خانواده‌ها با کودک آمدند. افراد آسیب‌پذیر در صف اول قرار گرفتند و منطق بقا جای خود را به منطق امید واهی داد. جامعه شناسان می‌دانند که وقتی ارزیابی خطر محدود شود، بدنها هزینه می‌دهند. دی‌ماه 1404 شاهد همین خطا بود. بدنهای بی‌دفاع در برابر ماشین سرکوبی که هیچگاه متوقف نشده بود. اینجا باید صریح گفت هیچ نیروی خارجی، هیچ دولت و هیچ بلوکی مسئول امنیت مردم ایران در خیابانها نیست. سیاست جهانی منطق خودش را دارد و اخلاق اگر هم باشد در حاشیه منافع حرکت می کند. ما با نقد این توهم نه مردم را سرزنش می کنیم و نه مقاومت را نفی، بلکه می خواهیم هزینه‌های انسانی ناشی از دروغ‌های سیاسی تکرار نشود. نکته‌ای که کمتر به آن پرداخته شده تغییر در روانشناسی جمعی جامعه است. ما شاهد نوعی فردگرایی تدافعی هستیم. مردم در عین همدلی با اعتراض به بقای شخصی نیز می‌اندیشند. این را نباید به بی‌تفاوتی تعبیر کرد، بلکه نتیجه سالها سرکوب و هزینه دادن بی نتیجه است. جامعه به دنبال راه‌هایی کم هزینه تر و هوشمندانه تر برای مقاومت است. این می‌تواند به شکل اعتصاب‌های پراکنده، مهاجرت هدفمند سرمایه انسانی، نافرمانی‌های مدنی خاموش یا حتی امتناع از مشارکت در سازوکارهای رسمی بروز کند. این اشکال مقاومت کمتر دیده می‌شوند، اما اثرات عمیق‌تری دارند. ما اگر بخواهیم تحلیلی ساختار شکن ارائه دهیم، باید از دوگانه سازی‌های ساده عبور کنیم.
نه هر اعتراض خیابانی لزوماً به انقلاب می انجامد و نه هر سکوتی نشانه شکست است. خیزش دیماه 1404 را باید به عنوان مرحله‌ای از انباشت آگاهی اجتماعی دید. جامعه در حال بازتعریف رابطه خود با قدرت است. این بازتعریف زمان میبرد، پرهزینه است و با سردرگمی همراه خواهد بود. اما همین فرایند است که آینده را میسازد. آنچه امروز بیش از هر چیز نیاز داریم، بازسازی اعتماد اجتماعی و تولید گفتمان مسئولیت پذیری است. آزادی بدون نهاد به هرج و مرج می انجامد و نهاد بدون آزادی به استبداد. اگر قرار است از چرخه تاریخی عبور کنیم، باید به جای تمرکز بر چهره‌ها، بر سازوکارها تمرکز کنیم. به جای انتظار قهرمان، بر تقویت شبکه‌های افقی جامعه مدنی بیاندیشیم. خیزش دیما پیام روشنی داشت. مردم از وعده‌های بزرگ خستند و به دنبال تغییرات واقعی، ملموس و تضمین شده هستند. آینده ایران نه در یک تجمع خارج از کشور رقم می‌خورد و نه در یک شعار پرهیجان داخلی. آینده در تلافی آگاهی اجتماعی، سازماندهی پایدار و تغییر در فرهنگ سیاسی ساخته می شود. اگر این سه مؤلفه همزمان رشد کنند، حتی قدرتمندترین نظام‌های تمامیت‌خواه نیز ناگزیر به عقب نشینی خواهد شد. اما اگر ما دوباره به دام اسطوره‌سازی و ساده سازی بیفتیم، تنها نام‌ها عوض می‌شوند و ساختارها باقی می‌مانند. خیزش دیماه 1404 هشدار بود. هشداری که اگر درست فهمیده شود، می‌تواند آغاز مرحله‌ای نو در تاریخ معاصر ایران باشد. مرحله‌ای که در آن جامعه نه از سر خشم لحظه‌ای، بلکه با بلوغی جمعی مسیر خود را تعیین می‌کند. قاسم قرداغی، 13 فوریه 2026.